شهردار دوشنبه رستم موملی قرار را به امضا رساند که بر اساس آن تمام شرکت‌های مسافرکشانی تاکسی در پایتخت تاجیکستان باید تا 1 سپتامبر سال 2025 پوره به نقلیات برقی یعنی به الکترومبیل گذارند. در قرار رئیس شهر دوشنبه چنین گفته شده است: جمعیت‌هایی که به خدمت رسانی نقلیاتی مسافرکشانی در شهر دوشنبه مشغولند در دایره کوتاهای مقرر گردیده برای پوره به نظام نقلیات برقی گذاشتن تا 1 سپتامبر سال 2025 چهاراندیشی نمایند. همین طور از شعبه نقلیات شهرداری دوشنبه تقاضا شده است که در همراهی با مؤسسه دولتی کمونالی دوشنبه نقلیات خدمت رسان و شعبه شهری بازرسی دولتی اتومبیلی برای پوره به نظام برقی گذاشتن واسطه‌های نقلیات جمعیت‌های کرایه‌کش تاکسی مساعدت نمایند. این در حالی است که بنا به امور رسمی واردات ماشین‌های برقی در تاجیکستان سال تا سال می‌افزاید و سال 2023 تقریباً 1,500 ماشین برقی به جمهوری وارد کرده شد. برای مقایسه سال 2021 در تاجیکستان همگی 47 الکترومبیل و سال 2022 در عموم 767 ماشین برقی وارد کرده شده بود. وزارت نقلیات گفت من به جمهوری نیت دارد که حصه ماشین‌های برقی را تا 30% برساند. فعلا در تاجیکستان 666,000 ماشین رسما ثبت نام شده است که اکثر آنها با بنزین و دیزل و با گاز حرکت می‌کنند. حکومت تاجیکستان سال 2022 برنامه ویژه‌ای را با نام برنامه رشد نقلیات برقی برای سالهای 2023-2028 قبول کرده بود که به رشد تکنولوژی‌های خدمت رسانی‌های ماشین‌های برقی نگرانیده شده است. مؤلف این برنامه میگوید در نتیجه تطبیق آن جای‌های نوی کاری پیدا شده و وابستگی تاجیکستان از سوزشواری وارداتی کاهش می‌یابد. علاوه بر این گذاشتن به نقلیات برقی همچنین پرتاب‌های گازهای گلخانه‌ای که اساساً ماشین‌ها اخراج می‌کنند کم می‌شود. سال 2022 به کودکس انداز جمهوری تاجیکستان تغییرات وارد کرده شد که بر اساس آن وارد نقلیات برقی به کشور تا 10 سال آینده بدون باج گمرکی صورت گرفته. اینچنین ماشین‌های برقی از انداز و اکسیزها نیز آزاد کرده شدند. اما یک مشکل جدی مربوط به استفاده ماشین‌های برقی در تاجیکستان در حال حاضر این است که الکترومبیل‌ها بجز از دوشنبه و منطقه نزدیک اطراف آن در دیگر شهر و ناحیه‌های تاجیکستان تقریبا قابل استفاده نیستند، زیرا زیربنای آن از جمله نقطه‌های پر کردن نیروی برق برای چنین وسایل نقلیات در اکثر مناطق جمهوری قریب وجود ندارد و یا خیلی کمند.